لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ در آیات بر شما واجب شده است که هنگام مرگ برای والدین و نزدیکانتان وصیت کنید. از مهمترین چیزها که آدم باید با آن فکر کند، در حالی که یقین دارد که می‌میرد، از مهمترین چیزها این است که به وصیت فکر کند. عبدالله ابن عمر که خداوند از او راضی باشد میگوید: شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید هیچ مسلمانی حق ندارد مگر اینکه وصیت خیش را نوشته و در کنار خیش داشته باشد. اگر پولی دارد وصیت کند، اگر دینی دارد که بخواهد وصیت کند، یا اینکه حقوقی دارد یا حق کسی بر گردن اوست، هر چیزی باید آرزو کند که هنگام مرگش مردم را خبر کنند. نباید حتی یک شب یا 2 شب بگذرد مگر اینکه وصیتش کنارش باشد. برای تعدادی از مردم آماری گرفتیم که آیا وصیتشان نوشتن یا خیر. آیا وصیت داری؟ اگر چیزی را برای وصیت کردن داری، آیا وصیتت را نوشته ای؟ آنهایی که وصیتشان را نوشتند بیش از 7% نبودند. آنهایی که وصیتشان را نوشتند بیش از 7% نبودند، اما 93% اهمال کردند و وصیتشان را ننوشتند. سپس می‌میرد و مردم می‌آیند پیش فرزندانش و می‌گویند من به پدرتان 50,000 تومان قرض دادم، به من بازگردانید. و دومی میگوید آن اتومبیلی که به پدرتان دادم 10,000 تومان قسطش مانده است و پرداختش کنید. و صاحب فروشگاه میآید و میگوید پدرتان از من خرید میکرد و من 3,000 تومان از او طلب دارم. و چهارمی میآید و فرزندانش میگویند ما یادمان میآید که پدرمان به تو 100,000 تومان قرض داد، آیا آن را برگرداندی؟ میگوید بله پرداختم، فقط 10,000 تومان مانده است. رقم‌ها چپ و راست میشوند، عوض میشوند و فرزندان نمیدانند کدام راست است و کدام دروغ یا کدام دقیق است و کدام صحیح. همه چیز به هم میریزد و مبهم میشد. اگر پدرشان وصیتش را نوشته بود، از همه اینها خلاصشان میکرد. و این که آدم اهمیت بدهد از مهمترین چیزها این است که به وصیت فکر کند و وصیتی بنویسد که برای خود بعد از فوتش اجری را حفظ کند. کار درستی است. به خدا ای دوستان، یعنی هر چقدر که فرزندان خوب باشند و تقی باشند و هر چقدر که پدرشان را دوست داشته باشند، ولی اگر پول بین دستانشان بیفتد و شیرینی آن را بچشند، هر کدام از آنها به این مال نگاه می کند و در ذهنش یک ماشین جدید، خانه جدید، سفر و امثال این هست و برای استفاده از این پول هیچ عذاب وجدانی نمی گیرند. مدتی قبل من در مورد چیزهایی که خودم دیدم صحبت می کنم که اهمیت این که انسان وصیت بنویسد را نشان می‌دهد. مدتی قبل شخصی که من او را می‌شناختم فوت کرد و البته او پیر نبود. تقریباً سنش 55 بود. ولی در اوج قدرت و سرحال بودن فوت کرد. سبحان الله، در بزرگراه بود که یکی از چرخهای ماشینش به طور فجیحی ترکید و به یک تیر برخورد و فوت کرد. من رفتم مجلس ختمش. من هم خودش و هم فرزندانش رو می‌شناختم. رفتم عزا. بزرگترین فرزندش 28 تا 30 ساله بود. و وقتی که مردم رفتن پیش هر 3 پسرش. گفتم جوانان، خداوند پدرتان را بیامرزد. و آنها هنوز متأثر بودند. گفتم که تسلیت میگویم، خداوند پدرتان را بیامرزد، خداوند او را رحمت کند. آیا پدرتان وصیتی نگذاشته است؟ گفتن نه، پدرمان وصیتی نگذاشته. اون جوان مرد، 55 سالش بود. به سلامتیش اهمیت میداد. وصیتی هم نگذاشته. گفتم یعنی هیچ وصیتی؟ گفتن نه. گفتم ماشاءالله پدرتان پول زیادی را گذاشت. واقعا مردی بود که فکر کنم کمتر از 500 یا 400 میلیون ریال نگذاشته بود، نزدیک به 100 میلیون یا 120 میلیون دلار.
هر کدام از این 3 پسر با خواهرانشان و مادرشان ممکن است هر کدامشان 60 میلیون حداقل سهم ببرند و شاید هم بیشتر از آن. شاید نمیدانم با این پولی که به آنها رسیده چه میکنند. گفتم خب ای جوانان، هر کدامتان خدا رزقتان را زیاد کند و بهتان برکت بدهد. یک مبلغ بزرگی به شما میرسد. من از هر کدامتان فقط 200,000 ریال میخواهم، یعنی نزدیک به حدود 60,000 دلار یا 70,000 دلار. گفتم از هر کدامتان فقط 200,000 ریال میخواهم که از آن 600,000 ریال جمع کنیم، یعنی نزدیک به 180,000 دلار و با آن برای پدرتان مسجدی بسازیم. ملاحظه کنید دوستان، من با آنها در وقت ناراحتی و حزن و بعد از فوت ناگهانی پدرشان صحبت می کنم. گفتم که شاید از این موقعیت استفاده کنم، یعنی شاید برای او انفاق بدهند. 200,000 ریال یعنی کمتر از پول ماشینی که از اونها می خرند. شاید او و همسرش در درجه 1 سفر کنند و در هتل 5 ستاره ساکن بشن. ممکن است در 2 یا 3 هفته بیش از 200,000 ریال خرج بکنند. سپس به همدیگه نگاه کردند و ساکت شدند. گفتم پسرا، این پدرتان است و شماها هر کدامتان ارثتان کمتر از 60 یا 70 میلیون نیست. خدا بهتون برکت بدهد. هر کدام 60 یا 70 میلیون. پسرا فقط 200,000 ریال، نگفتم 2 میلیون. به خدا دوستان از چیزی صحبت می کنم که خودم شاهد آن بودم. به خدا 1 نفرشان 1 ریال هم انفاق نکرد. هر کدامشان به دومی نگاه کرد و گفت انشالله کمکاری نمی کنیم، برایش خدا خیر بدهد. انشالله کمکاری نمی کنیم. کمکاری نمی کنیم، صدقه می دهیم به وقتش. انشالله کمکاری نمی کنیم. خیلی خوب، الان فرصت هست. گفتند انشالله کمکاری نمی کنیم. و هیچ کدامشان 1 ریال هم نداد. شاید پرداخت کرده باشن، من نمیدانم. اما حقیقتش، یعنی چیزی که در سخنشان معلوم و آشکار بود، دلیل می شود که این کار نکردند. مگر اینکه خداوند بعد از آن هدایتشان کرده باشد. امیدوارم. برای همین تو اگر خواستی وصیتی را بنویسی، وراثت نمی توانند که دخالت کنند یا دستی در آن داشته باشند یا امثال آن و باید به آن عمل کنند. چند روز قبل در مکه بودم. با یکی از برادران آنجا که به دعوت اهمیت میداد راه می رفتم و او رئیس مرکز دعوت و ارشاد است. اشاره کرد به یک هتل بزرگی که در نزدیکی حرم استش. یعنی اگر پنجره را باز کنی حرم را می بینی و شاید اگر چیزی بندازی بیفتد در حرم. تا این حد نزدیک. سپس به من گفت میدانی این هتل چقدر است؟ میدانی قیمت این هتل چقدر است؟ گفتم فکر میکنم کمتر از 600-700 میلیون نیست. گفت این هتل صاحبش به طور ناگهانی قبل از 1 ماه فوت کرد و هیچ فرزندی ندارد. هیچ کس را در این دنیا ندارد الا همسرش. این هتل را دارد و چیزهای دیگری هم دارد. این هتل تنها یکی از ملکایش هستش. شاید اگر همه ملکایش را جمع کنی 3 یا 4 میلیارد است. گفت این مساوی است با 600 یا 700 میلیون ریال، یعنی نزدیک به 200 میلیون دلار. میگوید من اون را چندین بار دیده بودم و میگفتم فلانی وصیتت را برای وقف بنویس که بعد از فوتت اجرش برایت مستمر باشد. تو فقط همسرت را داری که ارثت را میگیرد و اون نصف مالت را میگیرد و نصف دیگر پخش میشود بین خویشاوندانت، پسر عموهایت و امثال آن و خواهر و برادرانت. تو فرزندی نداری که بگویی فقیرند و بیچاره‌اند و همسرت هم که ماشاءالله ثروتی به او میرسد. او هم بزرگسال است، از مال تو چیزی به او میرسد که برای خودش و همه خانوادش کافی است. خب فلانی چرا وصیتت رو نمی‌نویسی؟ و وصیت کنی مثلا که خرج بشود برای افطار صائم در حرم، کمک به فقیرانی بشود که زیارت حرم میآیند، یا اینکه بگذاریش در ازدواج جوانها، بگذاریش برای کفالت کردن طلاب دینی، کسانی که خودشان را در حرم مکی وقف کردند. بعضیا آمدند و وقتشان را فقط برای طلب علم گذاشتند.
که حقوقی ماهیانه به آنها پرداخت شود، مثلا حدود ماهیانه 2000 یا 3000 ریال که با آن ساکن شوند و آنها عالمی بشوند، یا اینکه کتابی چاپ بشود با زبانهای مختلف پخش بشود بین زائرین حرم، کتاب قرآن به زبانهای مختلف. یعنی اگر تو این هتل را وقف کنی و در سال 50 یا 60 میلیون درآمد داشته باشی، سپس در راه منافع دعوت و خیرخواهی خرج بشود، تو حتی بعد از فوتت اجرش را هم میگیری. میگفت که آن تاجر هر دفعه میگفت انشاءالله بعداً، انشاءالله میبینیم، و سبحان الله هیچ شوقی نشان نداد. میگوید سپس خبر رسید که ناگهان فوت کرد و او تقریباً در سن 60 سالگی بود ولی هنوز سر حال بود. ناگهان فوت کرد و هیچ شکایتی نمی‌کرد از مریضی‌های قلب یا مریضی‌های سینه یا کبد یا مغز یا ریه و غیره. و این پول برای همسرش و بقیه‌اش، برای برادرانش خرج شد. به هر کدام از برادرانش شاید 200 یا 300 میلیون به آنها رسید و هیچی انفاق نشد. نگاه کن، آیا کسی از آنها برایش مسجدی می‌سازند یا تبرعی می‌دهند؟ بگذارید عجیب‌تر از آن را بگویم. یکی از قاضی‌ها در ریاض، خبر مردی به او رسید که در بیمارستان فوت کرد. و وقتی که آن مرد فوت کرد، نه همسری داشت و نه فرزندی و نه فامیل نزدیکی داشت. نمیگویم اصل ندارد، اما فامیل نزدیکی ندارد و از راه شماره شناسنامه‌اش و پرونده‌اش توانستند به بعضی از فامیل‌هایش برسند. برای اینکه اموالش تحویل شد به دادگاه و قاضی که تقسیم بشود به وراث. خب او خواهر و برادر ندارد، پدر و مادر ندارد، خواهر، فرزند، کسی را ندارد. پس از طریق دفتر ثبت احوال گشتند و 3 نفر را از نزدیکترین فامیل‌هایش پیدا کردند. از پسران عمویش که به طور مستقیم نیستند اما فامیل هستند، از طرف مادر بزرگ یا پدر بزرگ دوم، ولی آنها وارث هستند. آنها نزدیکترین وارث ها هستند. این قاضی میگوید، به خدا میگوید. سپس دفتر دادگاه با آنها تماس گرفتند. از طریق شناسنامه توانستیم شماره هایشان را پیدا کنیم و 3 نفر را دعوت کردیم به دادگاه و آمدند. از وضعشان معلوم بود که نمیخوام بگم فقیر بودن، نه، اما از آدمایی بودند که ثروتی نداشتند. میگوید سپس نشستند و در تعجب بودند که ما دعوت شده ایم به دادگاه، آیا کسی از ما شکایتی کرده؟ بعد گفت، پرسیدم که آقای فلانی، پسر فلانی را میشناسید؟ گفتند بله، تاجر فلان، بله میشناسیم، از فامیل های من است، ولی از خیلی دور و خیلی وقته که نزدیک نیستیم و دیدنی نرفت. او هم هیچ وقت مهمانی هایمون، عروسی هایمون یا شام های عید را نمی اومد. بین ما او هیچ نزدیکی نیست. نمیدانم مرده است. نمیدانند که مرده است، به خدا. فکر میکنند که مشکلی دارد، برای همین قاضی از آنها درباره او میپرسد. قاضی گفت خیلی خوب، یعنی هیچ رابطه‌ای با او ندارید؟ گفتن نه، به خدا حتی شماره‌اش هم نداریم. او تاجر است و مشغول تجارتش. قاضی میگوید، سپس گفتم خب آن مرد مرده است. خدا رحمتش کند. اصلا بینشان هیچ رابطه ای نیست. مرگش به آنها هیچ اثری نمیگذارد. نه ناراحت میشوند نه هیچ. گفتند خدا رحمتش کند. گفت آیا میدانید که فرزندی یا خواهری یا برادری دارد یا خیر؟ گفتند نه، میان ما معروف است که نه خواهر دارد، نه برادر و نه فرزندی. و همسرش رو هم خیلی وقت پیش چون که نتونست بچه دار بشه طلاق داد و رفتش. راستش از باقی زندگی چیزی نمیدونیم. ولی چیزی که میدونیم اینه که فرزندی نداشت. قاضی گفت درسته، ما نگاه به شناسنامه‌اش کردیم و فهمیدیم که هیچ فرزند و همسری نداره. اما شما 3 وارث او هستید. گفتن چه؟ گفت شما 3 وارث او هستید. هر کدام از شما ازش 115 میلیون ریال ارث میبرید. دوستان من، از واقعیت دارم صحبت میکنم. رقم حقیقی 115 میلیون ریال، نزدیک به تقریباً اگر به دلار بگیم تا همه بفهمن چیزی نزدیک به 30 میلیون دلار. قاضی میگوید که یکی از آنها غش کرد و دومی گریه کرد. گریه کرد برای آن کسی که فوت شده. خدا رحمتش کنه.
و سومی تعجب کرده بود و به چپ و راست نگاه میکرد و میگفت راست میگی؟ شوخی میکنی؟ قسم بخور. واقعا؟ گفت جواب دادم بله درسته. 115 میلیون ریال. سپس به هر کدام از اونها چکی به همون مبلغ دادن. اونان که اگه چک 10,000 ریالی بهشون بدی ممکن بود قش کنن، حالا چک 115 میلیون ریالی دارن. قاضی میگوید سپس با آنها گفتم وصیتی از آن مرد پیدا نکردیم. آیا می توانید هر یک از شما فقط 1 میلیون تبرع کنید که برایش یک مسجدی بسازیم؟ بعد اولی گفت خدا رحمتش کنه، والا من میخوام قرضای خودم رو پرداخت کنم، خیلی بدهکارم. ای مرد، این پول بدون هیچ زحمتی به دستتون رسیده. و بعد دومی گفت من هم فرزندان زیادی دارم و سومی گفت نگاه کن جمله‌شو. گفت کسی که به خودش نفع نرسوند ما هم نفع نخواهیم رسوند بهش. کسی که به خودش قبل از مرگش با وقف یا با وصیتی نفعی نرسوند از ما نفع میخواهد، نفعش نمی کنیم. اگر اهمیت میداد خودش را نفع میکرد، از ما طلب نمیکرد که نفعش کنیم. قاضی میگوید آنها رفتند و به خدا هیچ کدامشان 1 ریال هم تبرع نکرد. برای همین وصیتت را تا وقتی که مالک مالت هستی بنویس. این هم یک داستان دیگری. شخصی تاجر بود، نه تاجری خیلی ثروتمند، اما تاجری بود و فوت کرد. خداوند رحمتش کند. و تعدادی فرزند داشت و مقداری پول نقدی که در بانک گذاشته بود، نزدیک 70 میلیون ریال، نزدیک به تقریباً 20 میلیون دلار. این غیر از املاک و ساختمان‌ها و غیره‌ای بود که داشت. پسرانش مردم را در عزا استقبال کردند و از آنها تشکر کردند. سپس شروع کردند ارث را تقسیم کردند. 5 فرزند داشت، 3 پسر 2 دختر و همسرش. یعنی به هر کدام از فرزندانش کمتر از 7 یا 8 میلیون نرسید. یه چیزی در همین حدودا. حالا این پول نقده، غیر از ساختمان‌ها و املاک و امثال اونهایی که داشت. عمویشان پیششان رفت. عمویشان مرد صالحی بود و آن پدری که فوت شد این عمو را خیلی دوست می داشت و به او اعتماد می کرد و مسئول خیلی از کارهایش بود، بیشتر از فرزندانش. بعد از عزا آمد پیش آنان و گفت پسرها، خدا پدرتان را بیامرزد، خدا ببخشتش و رحمتش کند. پدرتان هیچ وصیتی نگذاشته و هیچ وقفی در زندگیش نکرده. پسرانم، من میخواهم هر کدام از شما از این 7 یا 8 میلیونی که به شما رسیده و خواهرانتان که هر کدامشان نزدیک 4 میلیون و اینها به غیر از ساختمان‌ها و زمین هست، اگر هر کدام از شما 200,000 تا بدهد، از همه شما این مبلغ را جمع می‌کنیم و حدود 1 میلیون می‌شود که برای پدرتان مسجدی بسازیم. سپس فرزند ارشد گفت به خدا عمو، این 7 میلیون زیاد نیست، من خانه می‌خواهم بسازم و می‌خواهم دین‌هایم را پرداخت کنم و غیره. گفت پسرم، 200,000 تا از 7 یا 8 میلیون ضرری به تو نمی‌رساند و از همه شما جمع می شود. و به همسرش گفت که آن هم رد کرد و فرزندان هم رد کردند و عمو گریه کرد و گفت فلانی خدا رحمتت کنه، فرزندانم شماها ساختمان هایی دارید، زمین هایی دارید، فرزندانم 200,000 تا 100,000 تا که 500,000 تا جمع کنیم برای پدرتان مسجدی بسازیم، حتی اگر شده در کشورهای دور و ارزانتر. گفتن نه. آن عمو ناراحت شد و از پیش آنان رفت و بعد از 2 یا 3 هفته یا بیشتر برای کاری به ریاض رفت و به دیدار یکی از نزدیکانش رفت و آن پول که بین فرزندان پخش شده بود هم تمام شد. به دیدار یکی از نزدیکان رفت. به نهار دعوت شده بود و همه نزدیکان جمع شده بودند. از کسانی که برای نهار آمده بودند، مردی بود بزرگسال که دوست متوفا بود. دوستش اهل ریاض بود و متوفا بیرون ریاض بود. وقتی که متوفا می آید به ریاض، برای کاری می رفت پیش دوستش و کارهایش که تمام می شد برمیگشت به شهرش. وقتی که آمدند و نشستند سر سفره نهار، آن دوست از عمو پرسید که فلانی چطور است؟ نمیدانست که فوت کرده. به او نگفته بودند. گفت از او خبر نداری؟ گفت نه به خدا. گفت خدا رحمتش کند. فوت کرد؟
گفت بله مرد. 3 هفته قبل فوت کرد. تسلیت میگویم، خدا رحمتش کند و خدا بیامرزتش. گریه کرد و گفت لا حول ولا قوة الا بالله. چرا کسی به من خبر نداد و هیچ کس به من چیزی نگفت؟ گفت به خدا ببخشید. پسرانش رابطه‌ات را با او نمیدانند و شماره‌ات را هم ندارند. گفت خب وصیتی نگذاشت؟ چیزی نگذاشته است؟ آن مرد به عمو گفت وصیتی نگذاشت. گفت نه به خدا، خدا هدایتش بدهد. ای کاش وصیتی میکرد قبل از مرگش. سپس آن دوست گفت چرا او وصیت کرده و وصیتش پیش من است. 2 ماه پیش آمد پیش من و نوشت. سپس درباره آن وصیت صحبت کردیم و فردایش رفتیم پیش قاضی در ریاض و وصیت را دادیم به قاضی. و قاضی گفت فردا بیا تا ختم و موثق بشود. سپس او رفت و سفر کرد و گفت فلانی وصیت را بگیر و برایم بفرست، یا اینکه اگر بار دیگری آمدم از تو میگیرم. میگوید گرفتمش و الان هم پیش من است و در دادگاه هم موثق است و وصیت کرده که 1/3 مالش برای خیریه باشد. عمو گفت الله اکبر، زود باش بیاورش. میگوید بعد از اینکه ناهارمان را خوردیم رفتیم به خانه‌اش و برایم وصیت را آورد و آن را گرفتم و رفتم به کشورم و بلافاصله رفتم دادگاه. و سپس قاضی فرزندان را دعوت کرد و از هر کدامشان 1/3 آن پولی که به آنها داده شده بود را گرفت. برای اینکه وصیت کرده بود به 1/3. آنها که بخیل شدند به 100,000، سپس مبلغ عظیمتری از آنان گرفته شد. برای همین از امروز وصیتت را بنویس. اگر دینی داری، حقی داری، خیری داری، وصیت کن که برای این و آن باشد، تا وقتی که مالک مالت هستی و هیچ کس غیر از خدا بر تو فضیلتی ندارد، عجله کن و وصیتت را بنویس از همین لحظه. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائن